درود دوستان. امروز یک تاجیک تباری آلمانی خورشید قهاروف برای کمربند لیگ اکتاگون بر ضد ایگور سیورینو از برزیلیا می‌جنگد در شهر گامبورگ آلمان. دوستان، دیروز اونا وزن کشی کردند، روبرو شدند و امروز هفتم مارس مسابقه آغاز می‌گردد و ما امیدواریم که خورشید قهاروف در این مسابقه قهرمان می‌گردد و صاحب کمربند لیگ اکتاگونی اروپا می‌شود. دوستان، خورشید قهاروف 13 برد دارد، یک باخت دارد و ایگور سیورینو از برزیلیا 9 برد دارد، یک باخت. فکر میکنم خورشید قهاروف قوی تر است و او گشتینش رو هم خیلی خوب کرده است و به نزدیکی در بوکس هم اشتراک کرده بود و حریفش رو طریق نکاوت برد و دست بالا شد. بوکسش خیلی عالی است، در راستا خیلی خوب جنگ میکند و گشتینش هم خوب کردگی است، چون که حریفش برزیلیگی است و برزیلیگی ها همیشه در پارتر خوب هستند. بی جی جی یا کی چی گریپلینگ خیلی خوب هستند و ما امیدواریم که خورشید قهاروف امروز دست بالا می شود و به هر حال او حاضر پرچم آلمان رو میبردارد و ما امیدواریم ما فخر میکنیم که او تاجیک است و از تاجیکستان است و اگر دست بالا شود این هم برای مردم تاجیک یک فخری ملت است. دوستان، خورشید قهاروف رو دستگیری کنید، دعا کنید که او امروز قهرمان لیگ اکتاگونی اروپا شود. امروز در آلمان در گامبورگ ساعتی هفت بیگاه با فیلم هفت شامی آلمان شروع می شود، در روسیه باشد 10 شام و دعا میکنیم که خورشید قهاروف قهرمان شود. این خیلی خوب است. خاطررسان میکنیم که خورشید قهاروف قهرمان لیگ پی فی ال اروپا هم شدگی بود و صاحب 100,000 دلار آمریکایی. برای همین ما باوری داریم که خورشید قهاروف امروز باز کمربند لیگ اکتاگون را صاحب می شود و قهرمان می شود. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما فردا صبح با شما نتیجه جنگ خورشید قهاروف بر ضد ایگور سیورین رو حتما میرسانم و امیدوارم که خبری خوش می شود و ما باز یک قهرمان دیگر پیدا میکنیم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا فردا.